ایمان قوی که خداوند بر زنها صحابه داده بود، اونا از ترس خدا از شوهرهایشون طلب میکردن که توی که بر خانه لقمه حلال بیارن. دختر پادشاه برای نوجوان فقیر کمبغل میگوید که من با اون چیزی که تو داری من راضی هستم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لله تعالی. انشاءالله ما امروز ادامه میدهیم درسی امروزمون رو از عنوان حق شوهر بر بالای همسر خود. و ما درس قبلی موضوع آخرین در مورد این بود که یعنی همسرای صحابه کرام وقتی که شوهرهایشون از خانه بیرون میرفتن برای کسب زندگی نصیحت میکردن، میگفتن که بر خانه فقط لقمه حلال بیار، چون که ما یعنی صبر بر مشقت و تنگی زندگی داریم اما صبر بر آتش دوزخ نداریم. یعنی بیانگر این است این مسئله، این که اون ایمان قوی که خداوند بر زنها صحابه داده بود، اونا از ترس خدا از شوهرهایشون طلب میکردن که توی که بر خانه لقمه حلال بیارن. در همین موضوع ما در آخر درس صحبت کرده بودیم و از همینجا انشاءالله درس رو ادامه میدهیم. میفرماید حکیه، یعنی حکایت میکنند، ان امرأة من بنی اسرائیل كانت مسلمة عابدة صالحة. زن، یعنی دختر از بنی اسرائیل، از زن مسلمان عابد و صالحه بودند. ابنت ملک من الملوک. ببینید دختر یکی از دخترهای ملوک بودند، یعنی که پادشاه، دختر پادشاه بودند. تقدم لخطبتها رجل من ابناء الملوک. فرمود یک روزه برای خطبه، مراد از اینجا یعنی به اصطلاح تاجیکی مو اوسقالی آمدند، یعنی خواستگاری آمدند برای این دختری پادشاه، یکی از فرزندهای یک پادشاهی دیگر. فابد ان تتزوج به. پس این دختر پادشاه یعنی نپذیرفت خواستگاری این یعنی جوان مردی، یعنی فرزند پادشاه را. ثم قالت، بعد از آن این دختر پادشاه برای جاریت، یعنی برای کنیزکش گفت انطلقی والتمسی لرجل ورعا زاهدا ناسکا و فقیرا. گفتن بیرو برای من یک مرد را پیدا کن که اون ورع باشد، پرهیزگار باشد، زاهد باشد، فقیر باشد، خدا ترس باشد. ناسکا. فانطلقت الجاریه فوجدت فقیرا عابدا ورعا. پس این کنیزک رفت از کجای پیدا کرد نکرد، خلاص جوان مردی رو پیدا کرد که فقیر بودند و عابد بودند و پرهیزگار بودند. فجاءت به الى مولاتها. پس این کنیزک این نوجوان را آورد نزدی همین مولایش، مراد از مولای دختری هم پادشاه. فقالت له ان شئت ان تتزوج بی ذهبت معك الى من يعقد نکاحی علیک. پس این دختر پادشاه گفتن برای این نوجوان اگر تو بخواهی، اگر برای من با من ازدواج کنی، پس من میروم همراه تو نزد نفری که ما را نکاح میکند. ففعل فعقد النکاح. پس انجام دادن، یعنی نکاح بسته شد. ثم قالت له انطلقی بی الى اهلکی. بعد از اون دختر پادشاه برای این نوجوان گفت پس ما را همراه ببر نزد اهل و پدر و مادر و اولادت. یعنی فقال، پس این نوجوان گفت والله ما املك الا هذا الكساء. قسم به خدا غیر از همین توشه که الذي على ظهره، یعنی کیسه مراد اینجا همون لینچه یا که قوبچه میگن، لینچه یا هم خلطه بگیم، همون خلطه ای که بر پشت من است، غیر از همین چیز من چیز دیگر ندارم. و هو دثاری باللیل و لباس بالنهار. گفتن این خلطه من شبانه مرا
شبانه بر اون خواب میکنم و روزانه مثل بر من لباسی است. فقالت اینی قد ردیت بک علی ذلک. پس این دختر پادشاه گفتند خب با وجودی که تو هیچی نداری من از تو راضی هستم. ابنة الملوك تقول لفقير الورع ردیت بک علی ذلک. ببینید فرماید که ببینید که دختر پادشاه برای نوجوان فقیر کم بغل میگوید که من با اون چیزی که تو داری من راضی هستم. و کان یکسب بالنهار و یاتیها باللیل بما تفطر علیه. پس این نوجوان وقتی که زندگی رو شروع کردند روزانه کار میکردند و تا اینکه خوراک همروزه را بیارن برای بیگاه تا اینکه افطار کنند. ولم تکن تفطر بالنهار بل تصوم تطوعا لله تعالی. پس دختر پادشاه روزانه یعنی چیزی نمیخورد، از برای خداوند همچون روزه نفلی روزه میگرفت. و کان اذا اتاها بشیء افطرت علیه. اگر چیزی می آورد شوهرش خب افطار میکردند. و حمدت الله تعالی علی کل حال. و از خداوند شکرگزار و بر نعمتی که خداوند داده بود شکرگزاری میکردند و سپاسگزاری نعمت الهی بودند. فقالت الان تفرغت للعباده. بعد از اینکه سیر میشدند بعد از افطار یعنی میفتند الان وقتی عبادت است. فلما كان ذات يوم لم يفتح عليه بشيء ياتيه به. پس روز از روزها حالتی شد که این نوجوان یعنی شوهر این دختر پادشاه چیزی پیدا نکرد تا اینکه وارد خانه بیارد. ففزع من ذلك و شق علیه. پس یعنی نگران شد این نوجوان و بر این بسیار این مسئله سخت غلطید، این مشکل شد. و قال خود به خودش میگفت زوجتی جالسة فی بیتها. یعنی همسر من در خانه نشسته است و هی صائمه. و با وجود اینکه در خانه است این روزدار است. تنتظر ان آتیها بشیء تفطر علیه. که همسر من منتظر من است تا اینکه چیزی طعام به خانه ببرم تا اینکه اون یعنی افطار کند. فقام فتوضأ و صلى و دعا. پس این نوجوان از جاش برخاست و یعنی وضو گرفت، طهارت کرد و نماز نفل خواند و دعا ربه تبارک و تعالی. و از خداوند طلب دعا کرد. و قال و در دعایش گفت یا رب پروردگارا انک تعلم انی ما اسألک لدنیای. خدایا گفتن تو میدونی که من از برای دنیای خودم برای نفس خودم چیزی از تو طلب ندارم. و انما ذلك لرضا زوجة صالحة. اما دعایی که من میکنم طلبی که الان من از تو میکنم خدایا این به خاطر همون همسری صالحه من است. اللهم ارزقنی رزقا من لدنک فانک خیر الرازقین. پروردگارا مرا رزق عطا کن از نزد خودت تو که بهترین رزق دهنده ها هستی. قال فنزلت علیه لؤلؤة من السماء. در همین حالت میفرماید یک مروارید از آسمان پیش این نوجوان یعنی افتاد. فاخذها و ذهب بها الى امرأته. پس این نوجوان این مروارید را گرفت و به خانه برگشت نزد همسر خود. فلما نظرت الیه رعاها ذلك و قالت له. وقتی که همسرش نگاه کرد به شوهر خودش همین نوجوان رعاها یعنی دید که در دستش مرواردی است. و قالت له. پس برای همسر شوهر خودش یعنی پرسید من این اتیت بهذه اللؤلؤة التي. و یعنی از کجا آورده این مرواردی رو که لم ارى مثلها. هیچ وقت مثل این مروارید من ندیده بودم عند اهلی وقتی که در نزد اهل و عیالم بودم. یعنی وقتی که من دختر پادشاه بودم حتی پدر من که پادشاه بود این گونه مروارید رو ندیده بود. یعنی اولین بار میبینم از کجا آورد این موارد را. فقال لها طلبت اليوم قوتا. پس همسر یعنی وقتی که پرسیدن نوجوان شوهر این دختر جواب دادن گفتن وقتی که من امروز خواستم کار کنم کار پیدا نکردم تا اینکه کار کنم و لقمه لام بیارم. فلم یفتح لی بشیء. پس چی از من یعنی کاری پیدا نشد تا که کار کنم و خانه طعام بیارم برای افطار بگاه. فدعوت ربی سبحانه و تعالی. پس گفتن من فقط دعا کردم از پروردگارم. فرزقنی هذه اللؤلؤة من السماء. پس خداوند برای من
نصیب گردانید همین موارد را که از آسمان آغلتید. یعنی به امر پروردگار ملائکه ها آوردن بر نزد این نوجوان این موارد را رسانیدن. فقالت، ببینید پس این دختر پادشاه، این همسرش گفتند ارجع الى مکانک الذي دعوت الله تعالی فیه، گفتند بگیر این موارد رو بر بگرد بر اون مکان، در همون جایی که تو در همون جا از پروردگار طلب کردن بودی، طلب دعا. یعنی وابتهل الیه واسأله، گفتند برم همونجا و از خداوند بپرس و قل و این گونه دعا کن اللهم سیدی و مولا، پروردگارا ان کان هذا شیئا رزقتنا فی الدنیا فبارک لنا فیه، گفتند دعا کن پروردگارا خداوندا اگر این چیزی که این مواردی که برای ما رزق دادی تو امروز، این نصیب ما گردانیدی، پس خداوند اگر این رزق ما برای دنیا باشد، پروردگارا در این برای ما برکت عنایت بفرما. و این کان مما دخرته لنا فی الاخره الباقیه فارفعه، اگر پروردگارا این نعمتی که برای ما عطا فرمودی، اگر این از اون نعمت هایی که باشد برای ما ایرا همچون ذخیره کرده باشی برای آخرت ما، فرفعه، پروردگار این موارد را یعنی بر بگردان، فرهو یعنی بردار از بین ما این را. ففعل الرجل ذلك، پس شوهر این زن رفت همون گونه که همسرش گفت، همون گونه دعا کرد و در همون مکانی که از خداوند طلب کرده بود. فرفعت اللؤلؤه، پس میگویند همین موارد خب از نزد این نوجوان برداشته شد. فرجع الیها فاخبرها بذلك، پس از اینکه این کار رو انجام داد برگشت بر خانه و خبر داد همسر خود را که همون گونه که گفته بود همون گونه انجام داد و موارد از نزد اونها برداشته شد. فقالت، بعد از آن بعد که این خبر رو شنید گفت الحمدلله الذی ارانا ما دخر لنا فی الاخره. ببینید دعا کردن، گفتن که حمد و ستایش یعنی شکر پروردگار رو که برای ما اون چیزی رو که برای آخرت ذخیره کرده بود در این دنیا برای ما نشان داد، این نعمت جنت. ثم قالت، بعد از اون گفت لا ابالي الان ان لا اقدر على شيء من هذه الدار الفانیه، گفتن الان هیچ پروایی ندارم و اگر چندی هم بر این دنیا چیزی را نداشته باشم هیچ پروا ندارم، چون این دنیا داری فانی است. و شکرت الله تعالی ذلك، و خداوند را شکرگزاری کرد بر این حالتی که رخ داد. یعنی این قصه اگر چندی هم خب قصه است، یعنی حکایه است، نقل میکنه، حکایت میکنه، اگر چندی هم حقیقت نداشته باشد، الله اعلم بر حقیقت این قصه حکایه، لیکن این دلالت بر قوت یقینی دختر پادشاه میکند که این دختر پادشاه هست. این عادتا دخترای پادشاه بسیار زیبا و بسیار متکبر و بسیار بگیم سخت میشوند، بسیار متکبر میشوند و هر نفر را اونا قبول نمیکنند و کمیدن. خب هیچ وقت دختر پادشاه، دختری یعنی در اصطلاح امروزی ما دختر رئیس، خب نوجوانی کم بغل را راضی نمیشود و شوهر گرفتن. این دلالت بر قوت یقین این میکند که یعنی خدا ترس بودن، توکل بر خدا داشتن، یقین بر پروردگار داشتن. طيب، و من حقوق الزوج على زوجته، یکی از حقوقهای شوهر بر بالای همسر خود این است که حسن معاشرت الزوج و حسن معاملته. برعکس مثلا یعنی حق مرد بر بالا، یعنی حق زن بر بالای شوهر خود. حقوق زوج علی زوجته که باید مرد معامله و معاشره خوب داشته باشد با همسر خود. و هذا اصل عظیم فی سعادت زوجیه، و این اصلی یعنی اساسی حیاتی سعادت، یعنی حیاتی بگیم شیرین و حیاتی خوشبخت بودن و حیاتی نیک در عائله است که حسن معاشرت داشته باشند و معامله خوب. فمن حق الزوج على زوجته،
یکی دیگر از حقوق شوهر بر بالای همسر خود این است که ان تحسن عشرته و بحسب الادب، که زن باید عشرت مراد همون زندگی خود را با حسن ادب و الحدیث و سخن نیک و الانبساط، و انبساط یعنی با چهره خوشحال و لبخند باید معاشرت را، زندگی را با شوهر خود انجام می‌دهد. و الانبساط فی اسباب اللذة و الاستمتاع. انبساط فی الاسباب اللذة یعنی وقتی که در اسباب اون عمل‌هایی که سبب لذت بردن همون شوهر از همون زن میشود، یعنی در وقتی که آغوش میگیرد و بوسه میکند و نزدیک میشود، باید زن لبخند بزند و یعنی همون گونه خود را نمایان کند که زن از یعنی خوشحال است که شوهر از اون طلب میکند. این گونه باشد، نه اینکه زن خود را ناراضی نشان میدهد در چشم مرد. ولی استمتاع همچنین در مسئله استمتاع یعنی همخوابگی کردن، بأن تتطیب له و تتزین کما یحب منها و یرضا، که زن باید خود را یعنی عطرهای خوب، یعنی همه وقت خوشبو باشد و عطرهای خوب استفاده برد و زینت ببخشد، خود را آرایش کند و همان گونه‌ای که مرد از اون راضی است. این است یکی از حقوق زوج شوهر بر بالای همسر خود. همین علت است که وقتی که شوهرها مردها یعنی از کمبودی که در عائله میبینن، خصوصا از همسرای خود زیبایی و آرایش نمیبینن، بعدا در فکر زن دوم، سوم و دیگر مسائل دیگر میشوند. یعنی اصل مسئله در همین است. وقتی که زن اگر همه وقت خوشحال، یعنی مقصد خود را در نزد چشم شوهر خود خوشحال نمایان کند و همه وقت آرایش بدهد در نزد شوهر خودش را و همه وقت یعنی از اون بوی خوش برآید، خب حتما این شوهر همه وقت در فکر این زن است، همه وقت اون را دوست داشته باشد. فلا تتفاخر على زوجها بجمالها ولا تزدري زوجها لقبحه. طيب، ولا تتفاخر على زوجها بجمال. هیچ وقت زن یعنی نباید فخر کند بر زیبایی خود و جمال و زیبایی خودش بر شوهرش. نگوید که من از تو زیباتر هستم. ولا تزدری زوجها لقبحه ان كان قبیح. و هیچ وقت زن حق ندارد که پس بزند، پس بشمارد شوهر خود را اگر چندی هم اون بیزیب باشد، یعنی خشنگ و زیبا نباشد. این زن نباید خود را این گونه کند با شوهر خود. ولا تتباهى علیه بماله. و همچنین سربلندی و یعنی تکبری نکند در نزد شوهر خودش که اون مالدار است. این میشه حالت هایی که زن مالدار و دولتدار است، یعنی بای است و شاید فخر کند و تکبری کند. سبحان الله. ولا تتباهى علیه بماله و حسابه ان كان ثریة ذات مال و حسب. چیزی که ما گفتیم، یعنی اگر چندی هم زن صاحب مال و دولت و ثروتمند باشد، اگر خب نباید خود را فخر و تکبر نزد شوهرش نشان بدهد. بل الزوجة العاقلة التي تريد رضا خالقها تطيع زوجها فيما يرضي الله عز وجل. پس زنی عاقله صالحه زنی هست که اگر از خداوند رضایتی، یعنی راضی خداوند را اگر میخواهد، باید اطاعت شوهر را کند در آن امور، در آن یعنی امرهایی که کارهایی که رضایت پروردگار باشد، این مقصد گناه نباشد. این زن عاقله همین است، یعنی هر چی که شوهر میفرماید باید گوش کند. ولا تؤذیه فی اقوالها و افعالها. و همچنین زن در سخنهای، یعنی سخنهای بد و افعال بعدش نباید ناراحت کنه شوهر خود را، اذیت ندهد. بعضی زنها هستند که شوهرها را اذیت میدهند، آزار میدهند با سخنهای قبیح، یعنی حقارت و افعال قبیح و کارها و بعضی عملهای هستند که در حقیقت میرنجاند شوهر را. این گونه باید زن خود را
نکند، یعنی این گونه نشان ندهد در نزد شوهر. ولا تفشی سره الذي ائتمنها علیه ولو لاقاربها. و همچنین زن حق ندارد افشا کند، آشکار کند همون سر و اسراری را که شوهر برای او گفته است و همچون اون زن امینی اون مرد است، اگر چند برای قریبش باشد. این مقصد حتی مادرش را حق ندارد، حتی برای مادرش حق ندارد که اون سر و اسرار را نقل کند. خب متاسفانه زنها، متاسفانه صدر افسوس، یعنی زنها عادتا بعضی مشکل ها، بعضی از سر و اسرار که شوهر دارند در نزد دوگانه های خود یا همون خواهر و اپا یا یکی مادر خود نقل میکند. خب این عاقبتش خوب نیست. یعنی و تکون مشفقه علی اولادها. و همچنین زن باید شفقت و رحمت داشته باشد بر فرزندهایش. راعیه لهم التربیه الاسلامیه التي، همچنین رعایت کند، یعنی رعایت کند تربیه اسلامی که فرزند را تربیه باید داده شود به حکم شریعت التي يحبه الله تعالی و رسوله صلی الله علیه و سلم. همون تربیه اسلامی که خدا و رسولش دوست می‌دارد و راضی هستند. حافظه للسانها على كل ما يؤذي زوجها. و این از همه مهمتر که زن باید محافظت کند زبان خود را از هر آن سخنی که اذیت می‌دهد شوهر را، یعنی حقارت و سخن‌های بد و قبیح. و یسخط خالقه. و همچنین از اون سخن قبیحی که خداوند را در غضب می‌آورد. مثل اینکه خودش مثال می‌آورد، مثل میگه که ان تصرخ فی وجهه و تقول له مثلا، یعنی که مثلا یعنی با آواز بلند داد میزند طرف شوهر خود و میگوید که انت ثقیل لا تفهم، یعنی تو مثلا ثقیل، انسان وزنین هستی نمیفهمی. مراد از ثقیل اینجا یعنی تو انسانی نافهم هستی، یعنی تو هیچ را نمیفهمی، یعنی کم فهم کم عقل هستی. همین گونه سخنها در حقیقت شوهر خود را اذیت می‌دهد. و نحو ذلك مما يتأذى به الزوج و ينكسر به قلبه و خاطره. و مثل همین سخنها بد و اعمال بدی که از یعنی اذیت می‌بخشد، اذیت می‌دهد شوهر را و یعنی قلب و خاطره شوهر را میشکند، این سخنهای بد. طيب، این حقوق شوهر بر بالای همسر خود بود. و در آخر مصنف یعنی مؤلف کتاب میگوید فاذا عمل كل منهما بذلك اغلق ابواب الشر. میگه تا این چیزی که ما تا اینجا گفتیم، اگر زن و شوهر هر دویشون اگر عمل کنن بر این چیزی که ما گفتیم، حقوق یعنی حق هم دیگر رو بدونن، احترام کنن، اغلق ابواب الشر، گویا اینکه هر دویشون اون درها و دروازه هایی که بدی می آید، گویا که این دروازه ها رو می بندند هر دویشون. و فتح باب الانس والموده والمحبه. و اینو باز میکنند اون دروازه انس و مودت و محبت را. و کان لهم الاجر العظیم، که در حقیقت ان شاء الله هر دویشون اجری ثوابی بزرگ میگیرن از پروردگار. در حقیقت این بسیار مهم است که در خانواده، در زندگی، در حیاتی زندگی، زن و شوهر حقی همدیگر را بدانند و خصوصا زنها باید حق شوهر را پایمال نکنند و احترام کنند. چون که در درس‌های قبلی گفته بودیم که مردها میبخشند، اما در قلب این کینه را یا که بگوییم این اخلاق بد یا سخن بد را از خودش، از همسر خود خیلی در سینه خود خیلی دور و دراز حفظ میکنند. همین خیلی با اصطلاح تاجیکی بگیریم، یعنی کینه‌دار هستند. کمی در کم است که حفظ نکنند، اما اکثریت مردها میگونه هستند، یعنی کینه میگیرند و وقتی معین که شد بعد همون سخن و همون چیز رو میگوید در همون همسری خودش. برای همین زنها احتیاط باشند، با احتیاط کنند که نباید شوهرای خود رو برنجونند. و چیزی که اینجا این مؤلف آوردن، حقوقی که بیان کردن، چنگی
چند حق شوهر بر بالای همسر خود. اگر هر یک خواهر و مادر ما اگر انشاءالله این حقوق رو انجام بدهد، باذن الله محبت و مودت و یکدیگر فهمی و محبت در عائله برپا می شود انشاءالله. طيب این بود درسی امروزه ما. الحمدلله این عنوان تمام شد. باذن الله این حقوق الزوج علی زوجته این عنوان رو ما تمام کردیم امروز الحمدلله و ان شاء الله تعالی بازم ما در درس‌های بعدی درس‌های خود را ادامه می‌دهیم از عنوان‌های مختلف دیگر ان شاء الله. طيب بارك الله فيكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.